یه داستان براتون تعریف کنم. توی مناطقی از جهان شکارچی‌ها میان توی درخت نارگیل رو سوراخ میکنن و یه سری میوه ها که میمون دوست داره داخل اون میذارن. میمون میاد اون میوه ها رو برداره و دستشو مشت میکنه، توی سوراخ دستش گیر میفته و میدونه اگه دستش رها کنه دستشو میتونه از چاله بیاره بیرون، ولی دل نمیکنه از میوه ها. مصداق همینو ما توی کسب و کارامون داریم. صاحبان کسب و کار در ابتدای کار یه سری درآمدهایی که باعث میشه بیزنسشون رو بچرخونن و از اون غم نان خارج بشن رو به دست میارن، مشت میکنن و اون رو رها نمیکنن و بهش دل میبندن. به همین دلیل به درآمدهای بزرگتر نمیرسن. اگه میخوای تو کسب و کارت به درآمدهای بزرگ برسی، اول باید از درآمدهای کوچیک دل بکنی. میکنی کدوم درآمدهای کوچیکی که الان داره کسب و کارتو حرکت میده مانع تو شده که بتونی به درآمد